استاد عایشه مادرمون در حق پیغمبرمون چند ختم قرآن کرده است و در نماز چگونه در حق شوهر دعا میکرد؟ اکو برادرای عزیز، این خیلی نامد است که عایشه مادرمون چند قرآن در حق پیامبر ختم کرده است. لیکن عایشه از زمره زنهایی بود که حضرت در بین مردم اعلان کرد که را من دوست می‌دارم. این زن زنی با غیرت است، این زن زنی پاک دامن است، این زن زنی بسیار با شجاعت است. برای همین شما اگر در حق شوهر می‌خواهید که قرآن بخشید، قرآن بخوان، فریادش که در پیشکت بشنان، فرزندکات هم فریاد که بگو بچه جانم من همین قرآن خواندم در حق هم پدرت میبخشم. همجا دست بردار بگو مردک خداوند که برای تا حقی بالاتر داده و رازگی ترا رازگی خودش اعلان کرد، رازگی تو مرا جنت میبره، من ثواب همین قرآن در حق جان تو بخشیدم یا در حق پدر و مادر تو بخشیدم. همچنان نمازهات هم که خواندی در پشت هر یک نماز در حق شوهرت هم دعا کن. انشاءالله زن خوشبختی، انشاءالله پیش خداوند اجر و پاداش میگیری. من تسبیح هم را گم کردم و هر شب خواب میبینم که با همون تسبیح گم کردم ذکر میکنم، التماس گویا چیکار کنم. انشاءالله هیچی باکی نداره، از بس که بسیار محب تسبیح که هستی، هر چیزی را که آدم بیشتر دوست بدارد در خوابش هم بیشتر میداره. برای من هیچی باکی نداره. الحمدلله خوبه که با در خواب آدم تسبیح تا میبینیم، با در خواب ذکر کردی سای این برای تو خیلی زیاد داره. خب استاد من پزندگی کار میکنم، یعنی پخت و پز. بسیاری ها یگان چیز رو زکس میکنن، بعدا میگن که نمیگیریم، پشیمان شدیم. در اینجا من ضرر میبینم. در این خیل حالت ها من 50% کارم را پیشکی میگیرم، یعنی زلاب حساب میشود. آیا ما گناهگار میشویم؟ نه، گناهگار نمیشید. از بس که حقیقتا انا شما وقتی که یک از فرمایش تو میکنه، مقصد میگه که ماده 50 دانه نان بپز. تو در همینجا میگوی که میلش همی 50 دانه نان من 300 سامان میشود. بیار مرا اینجا 200 سوم شده دستی من بته، من نانا را میپزم، بیا بگیرشون. وقتی که اگر آمد و پشیمانی کرد، مقصد اگر همون نان امکانی فروختن داشته باشی سوم شبته. لیکن اگر همون نان امکانی فروختن نباشه، کسی نگیرش، حق داری که بگوی مقصد من این 200 سوم برای تو نمیتونم. یعنی من ضرر مقصد اینها را من چیکارش میکنم؟ ایده خواهر عزیز حق دارید که هر چیزی که باشد برای ضرر پیشگیری ضررتون مثلا شما طلب کنید. بابا جان، زن خانشین باشد، مرد از راه حرام زن و فرزندش را خوراند، در همین حالت زن هم گناهگار می شود و یا نماز و روزه زن قبول می شود یا نه؟ شما خواهرای عزیز وقتی می بینید شوهراتون از راه های حرام پول حرام درآمد دارن، شما اونها را بگی. اگر به شرطی که امکانی مقصد دیگر از جای دیگر خوردن نباشد، شما وقتی تاکید میکنین و اون کس آگاهی داره و بازم یعنی اگر شما در حرام آوردن، ایگردن شما همون خطا و گناهش ساقط است. لیکن اگر او از حرام بیاره و با تو را بگه که همین راه حرام است و مقصد تو با تا چندی که ترغیب و تشویقش کنی و با تا چندی راحت کنی و تا چندی وقتت خوش شوه و دستگاه و دکان کنی، البته در اینجا در گناه هم مردکم تو شریکی. خب در وقت سجده یا رکوع تسبیح ها رو میگوییم، آن رو تا چه عدد زیاد یا کم گفته میتونیم؟ کمترینش 3 بار. سبحان ربی الاعلا یا سبحان ربی العظیم. تسبیح های رکوع سجود شما میتونین 3، میتونین 5، 7، 9، یعنی تاق و طرف 11، 13، 15. اگر تنها گذار باشید چند که زیاد شم کنی هیچی باقی نداره. به حاجت خانه به نیت قضای حاجت دیو
برای دیگر کار در روی طهارت میشکند؟ نه. اگر ما مثال حاجتخانه درویم با مقصد یک تازه کردن، با مقصد یگان کار دیگر، اگر داخل حاجتخانه هم که در آمدیم طهارت آدم نمیشکند. طهارت وقتی میشکند که آدم قضای حاجت کنه. خب استاد میگوید که در پدر عقل لعنت، آیا در پدرت لعنت این چی معنی دارد؟ این هم یک حقارت عرفی و عادتی مردمی ما. برای این هم سخن نیک نیست. همین لعنت سخن خوب نیست. همون وقتی پیامبرمون به طرف زنها گشت، گویا معشر النساء تصدقنا و اکثرن من الاستغفار فانی رأیتکن اکثر اهل نار. گفت صدقه کنین، طلب مغفرت کنین خواهر و مادر عزیز، زیرا که بسیاری از باشندگان عذاب جهنم را دیدم که از زمره زنها بود. پس زن جوش گفت ما لنا یا رسول الله، شما میتونید گفته که همون زنهایی که داخل عذاب خدا شدن از کدام راه داخل شدن، یعنی با کدام گناه داخل شدن؟ پیامبر گفتن که تکثرن لعن و تکفرن العشیر، بسیار لعنت میگین و در برای شوهر که نعمت است شکرگزاری این نعمت نمیکنید. یعنی شکرگزاری نمیکنید که خدای مهربان برای شما شوهر داده است. ولی به خود شوهر هم کسایی میرسد که اگر شوهر ندارن. و گفت دویم چیزی که شما را داخل عذاب خدا برد، این زیاد گفتن لعنت است. برای همین حتی لعنتی گفتن، پدر لعنت گفتن، یا نمی بر پدر عقل لعنت گفتن، همه همین سببی بگیم عذاب همون مادر و خواهر و برادرای ما میشود که اگر همچنان حقارت کنن. خب نام میگد خال محمد است. آیا نامم را ایوان اصلا در ما محمد محمد میگن. برای همین این خال محمد، خال محمد. برای همین هر چیزی که همون محمد داشته باشد او محمد داده است. برای همین بهترین نامه، هیچ وقت این نامه ایوازم نکنید. بابای حاجی صوفی حقیقی را چه خیلی بشناسید؟ صوفی حقیقی برادرای عزیز و گرامی یک نفری هست که حقیقتا یعنی به دنیا یگان ربط نداره. وقتی آدما میخواهند که در همین مقام شیخی و صوفیگی جا بگیرن، اینها برادرای عزیز تماما مناسبت چونه بگیم ای دنیا میکنن، یا دیگر مهر و محبت و یا بگیم دویدن از پشت دنیا و این طری دیگر ندارن، یا اینکه هوس داشته باشه که مریدی بسیار جمع کنم. این چیزا در اینا نیست. اینا فقط نفرهایی هستند که روزها مقصد به ذکر مشغولند، وقتهای نمازهای با جماعت در جماعتند. خلاص همه آدمایی را میبینید که همه کارش به سنت موافق است، میشود که ما هم را از زمره صوفی ها بگیم. استاد از جنگ بدر کمی نقل میکردید، خوشحال میشدیم. استاد خالد ابن ولید چگونه شخص بودند معلومات میدادید و همچنین از مرگش میگفتید. برادرای ما از همین دو چیز چند روزه میپرسند، یکی درباره جنگ بدر، یکی درباره خالد ابن ولید. من انشاءالله یک موضوع علاهیده میکنم، خالد ابن ولید علاهیده تا مرگش و جنگ بدر هم انشاءالله یک علاهیده میگذاریم. خب اگر از مسجد یگان میوه میخوری پولش را باید دی. البته هر میوه را که از زمین مسجد میخورین، هیزمی را که مسجد میبرین، علفی را که از مسجد میبرین، شما سوم همون را برای آبادی مسجد باید که پرداخت کنین. بابای حاجی اگر عائله دار شویم و همسرمان دختری باکره نبراید
باید چیکار کنیم؟ بخشیمش یا طلاقش کنیم؟ البته دادرای عزیز این مسئله هم خیلی مسئله داغی روز شده. داغی روزیش همینه که هرگاهی که عیبهاشون میپشانی تا چنده دخترها مقصد این راه را برای خودشان بگیم که باز انا آسانتر کردن، این راه را مقصد انا برای خودشان اختیار کردن. مقصد چون که اگر با کرم که نبرآمدیم مرده که میبخشن. از همین لحاظ خواهرای عزیز هیچ وقت این گونه نیت، این گونه مقصد در ذهنهاتون نمونه. حرکت کنین خواهرای عزیز که هیچ وقت تا زمانی که شوهر میکنین در مردم ما مسلمان این نیست که وای مقصد باید با یک کسی دیگر هم خوابه هم که شود پروا نکنن، اهمیت هم ندهد. این خواهرای عزیز از نگاهی ما مردم مسلمان نیست. برای همین امروزها بچه ها دیگر اختیار دارن. اگر برای که با دختری که با کیره نمیبراید گفتی خودی بچه ها که زندگی کردن دیگر میگه برای ما مشکله. هر زمانی که مقصد میبینمش حتما همو کار زیشش پیش رو میان دیگر زندگی ما شیرین کردن نمیتونم. برای همین دادر عزیز اختیار داری شما. عیب شب پوش زندگی هم که کنی حق داری. اگر بگوی که ما قطعیت دیگر زندگی نمیکنم تعبم نمیبردارد، مقصد خواهشی ما قطعیت دیگر زندگی نیست، این مشته هم حق داری. ایش کاری تای، اختیار به دست تای. اگر مرد 3 زن داشته باشد در جنت با همش میموند یا نه؟ یعنی اگر یک مردی 3 زنه باشد یا مردی 2 زنه یا مردی 4 زنه، آیا در جنت مقصد با کدامی همی هست؟ یعنی همه این زنها هم در نکاح شد. یعنی خدای مهربان برای مردها در جنت هممون میدانیم که مقصد حورها و در برابرش زنهایی که در دنیا هم که داشتن اینها هم همراهش هستند. برای همین این زنهایی هم که در دنیا در نکاح داریم اینها هم روز قیامت همراه ما و شما باز در جنت هستند. عاقبت کارمون بخیر، ایمانمون با سلامت نگه داره. آمین یا رب العالمین.